نامزدی دنیا غزل در پاکستان مانند خواهرش مهرماه غزل. نامزد دنیا غزل کی بوده است؟ تصاویر تازه و باور نکردنی دنیا غزل این روزها در صفحات مجازی نشر شده است. دنیا غزل چرا دیگر آواز نمیخواند؟ دلیل رفتن دنیا غزل به پاکستان چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. دنیا غزل یکی از هنرمندان جوان کشور بوده است. هرچند دنیا غزل در ابتدا در محفل مردانه میرقصید، ولی بعد از آن که دید بازار هنرمندان در افغانستان خیلی گرم است، دنیا غزل هم چندین آهنگ سرود که با یک بارگی در میان مردم افغانستان نام و شهرت هنری خوب پیدا کرد. دنیا غزل در افغانستان در محفل میرفت و میسرود و همچنان رقص میکرد. آهنگهای بیشماری به زبان دری و پشتو سرود. دنیا غزل نه تنها هنرمند خانواده شد، بلکه دو خواهر دیگرش هم راه هنر موسیقی را آموخت. بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، دنیا غزل با خانواده‌اش رهسپار کشور پاکستان شد. دنیا در پاکستان دیگر آهنگ نسرود، ولی خواهرش مهرماه غزل با یک مرد پاکستانی ازدواج کرد. جدیداً تصاویر دنیا غزل در صفحات مجازی در حالت کاملا برهنه‌ای نشر شده است که وی با یک مرد پاکستانی در رابطه عاشقانه بوده است. ولی تاکنون با این مرد دنیا غزل ازدواج نکرده است. ولی بگو مگوهای وجود دارد که قرار است دنیا غزل مانند خواهرش با این مرد پاکستانی ازدواج کند. به همین خاطر از تمامی صفحات مجازیش دوری گزیده و دیگر آهنگ برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نمی کند. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهانم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درود دیگر همه شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.